الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. عرایض امشب بنده همینطور که اعلام کردند اوصاف آدمیان. جلسه گذشته سعی کردیم حکمت سخن رو بر حسب اونچه که در کتاب هدایت الهی آمده اشاره بهش بکنیم. امروز هم در واقع در همون سبک و سیاقه، ولی موضوع بالاتریه. اون درباره سخن بود، توصیه هایی که قرآن درباره سخن کرده. این دفعه در واقع استفاده از تعاریفی است یا عناوینی است که در قرآن درباره انسان ذکر کرده. بهانه است در واقع نگاهی به مفاهیم قرآنی بکنیم از زاویه در واقع مطالعات موضوعی. اسامی یا عناوینی که قرآن برای ما گذاشته مختلف هستش. ما اگر بگیم ما بنی آدم، به انسان ها بنی آدم گفته میشه چون به هر حال ما همه فرزندان آدمیم دیگه، چون نسبتمون به او منتهی میشه. یکی از عناوین بنی آدمه. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. پس به عنوان اون اصل و اساس بنی آدم هستیم. عنوان بشر رو هم روی ما گذاشتن. بشر هم یکی از اسامی دیگه. بشر از همون بشر است. بشره یعنی پوست بدن. ظاهرا موجودات قبل از آدم خیلی پشمالو بودن، مثل میمون ها یا خرس ها. یعنی سیستم پوشش طبیعی داشتن در برابر گرما و سرما و خطرات بیرونی. ظاهراً انسان به دلیل اینکه پوست بدنش عیان بوده نام بشر گرفته. حتی بشرم یا بشارتم که میگن، چون آثارش در صورت آدم میگن پوست صورتش روشن شد. مثلا یک نوع بشاشت رو آدم میبینه در چهره اشخاص. ظاهراً به دلیل یک تفاوت جسمیه که حالا از اون به بعد انسان مجبوره در برابر سرما و گرما لباس بپوشه و برای اولین بار اندام جنسیش رو بپوشونه. هیچ حیوانی در دنیا چنین نمیکنه، چون اختیار ندارن. وقتی هم که اختیار نباشه هیچ کار بد نیست، بنابراین شرمی هم وجود نداره. از موقعی که آدم با خوردن اون شجره، حالا به هر معنا، وارد مرحله اختیار شد، اختیار ملازم انتخاب هست. انتخاب هم خیر و شر داره، بنابراین شرم از اون موقع آغاز میشه. در حال اینم یک نامه. قرآن اسامی دیگه ای هم به کار برده. انام هم گفته میشه، نه انعاما، انام. والارض وضعها للانام فیها فاکهة و نخل ذات الاکمام. انام ظاهراً به کل موجودات گفته میشه. این زمین برای انامه. حالا انسانم به دلیل اینکه یکی از موجودات هست در اون مجموعه محسوب میشه. یکی دیگه از اسامی بریه است. بریه یکی از اسامی خدا بارع دیگه نیست. هو الله الخالق البارع المصور. خدا خالق، بارع و مصوره. بارع اینطوری که میگن یعنی خدا کارش پرفکته، بدون عیب و ایراده. بارع از همون بری و مبرا و تبرعه و اینا با هم همریشه هستن. یعنی خلق خدا بی عیب و نقصه، ایرادی نمیشه بهش گرفت. باری تعالی مگه نمیگن؟ باری تعالی یعنی پرفکت، چیزهای فوق‌العاده‌ای میآفرینه. خالقه، ولی خالقی که خلقش اشکال نداره، خلقش عالیه، بی عیب و نقصه.
و انواع و اقسام داره. مصور یعنی تصویرهای مختلف، نه تصویر شکلی. ما علقه بودیم، مزغه بودیم، نمیدونم حالتهای مختلفی که در آفرینشش وجود داره. میگه اونایی که اهل ایمان و عمل صالحات هستن اولئک هم خیر البریه. اونهایی که اهل انکارن، کفرن، ظلم و ستیز هستن اولئک هم شر البریه. پس یکی از اسامی هم بریه است که درباره انسان اومده. ولی مهمتر از همه اسامی که بیش از همه اومده تو قرآن، یعنی به تنهایی از مجموعه همه اسامی دیگه بیشتره، بیش از 2 برابره، کلمه ناسه. ناس 241 بار ظاهرا در قرآن اومده. ناس در واقع یک عنوان کلیه. ما میگیم مردم، people، یا عربا مثلا قوم میگن، یعنی معرفی یک نوع، اون هم به صورت جمعی. بنابراین ترجمه ناس یا ایها الناس که در قرآن 19 بار اومده یعنی ای مردم، یک خطاب جمعیه، صرف نظر از این که عربن، ایرانیان، سفیدن، سیاهن، مال کدوم ملت هستن. نام ناس که از همه بیشتر، همطور که عرض کردم آمده، خطاب به کلی به جمعیت انسان هاست، به یه فرد نمیگن، به یه جمعه. خب بجز ناس 2 تا اسم مهم دیگه هست. یکی انس و یکی هم انسانه. اینام یکی نیستن، گرچه همه یکی تلقی میکنن. ناس از ریشه نوسه است ولی انسان از ریشه انسه است. نوسه همون نوسان دیگه، یعنی تحرک، جنبش، پویایی، کنجکاوی. یعنی ویژگی ناس، نوع انسان، این تحرک و جنبش و پویایی است که داره. شما کتاب لغت هم اگر نگاه کنید، مشتقات این ریشه نوسه رو میگه درختی که شاخش تکون میخوره، گیسویی که حرکت میکنه تکون میخوره، هر چیزی که در تحرک باشه، شمی که در واقع داره این فتیلش تکون میخوره، همش درش یک نوع تحرک و پویایی هست. شما تاریخ انسان اگر توجه بفرمایید، خب از موقعی که نوع بشر در هزارهای پیش در روی زمین پدید آمد، به تدریج همه دشت و دریا و کوها همه جا رو در نوردید و پر کرد کره زمین رو. و الان هم در دوره ما به همین جام باز بسنده نکرده و پروازها و نمیدونم به تلاش برای رسیدن به اقمار دیگه، ستاره های دیگه. بنابراین آنچه که در بشر هست، درست حیوانات هم بالاخره مهاجرت میکنن ولی خیلی محدوده، ولی این قدرت کنجکاوی برای شناخت و توسعه و انبساط در انسان یک ویژگی به او داده که او رو ممتازی از بقیه موجودات کرده. و نام این جمع، این گروه در واقع ارتباط پیدا کرده با اون ویژگی و خاصیتی که داره. چون اسامی در قرآن لفظ نیست، اسم بی مسما نیست. اون اسمی که گذاشته میشه دلالت بر معنا داره. وقتی که قرآن وعده میده به خداوند به زکریا که فرزندی برای تو خواهد آمد، یحیی رو میگه لم نجعل له من قبل سمیا، این نام رو قبلا رو کسی نذاشتیم. نه اینکه نام قشنگی است. یحیی دلالت بر حیات میکنه، این برای جامعه حیات بخشه، این جامعه رو نجات میده از اون مرگ جهل و ظلم و ستم. یا اسامی دیگه ای هم که آمده همش در واقع معنا داره. حتی این اسمی هم که در قرآن درباره پیامبر خود ما از زبان حضرت عیسی هستش که میگه مبشرا به رسول یأتی من بعد اسمه احمد،
خب همه تعجب میکنن که اسم پیامبر ما احمد که نیست، او محمده. ولی احمد در واقع ستوده تر، به جای که تو لفظ بگردیم، یعنی کسی بعد از من خواهد اومد که قابل ستایش تره، فضائل بیشتری داره. این اسامی هم به نظر میاد که فاقد معنای لغوی خودش نباشه، این عنوانی که برای ناس انتخاب شده. اما انس و انسان هر دو از ریشه انس است، ولی با هم البته تفاوت دارند. انسان یا انس از ریشه انسه، انس و الفت دیگه. قرآن به صورت فعل هم این کلمه رو به کار برده، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. میگیم بچه های یتیمی که بزرگ میکنید، وقتی که آنستم منهم رشدن، احساس کردید که حالا رشد کردن، اموالشون رو بهشون بدین. یا حضرت موسی میگه انی آنست و نارن، من احساس یه آتشی کردم. خیلی زیاد در قرآن آمده این روحیه انس الفت. قرآن به مسلمان‌ها توصیه میکنه که اگر پیامبر دعوتتون کرد خونه اون رفتین غذا خوردید، غذاتون رو خوردین، بلند شین برین پی کارتون، اونجا نشینین گپ بزنین. مستأنسین لحدیثن، مستأنسین یعنی بخوان انس بگیرید و گپ و گفتگو بکنید بشینید اونجا. خونه های اون موقع هم که دیگه چند تا اتاق نداشته. میگه رسول شرم میکنه که به شما تذکر بده، یستحیی منکم، حیا میکنه. خدا که حیا نمیکنه، بریم پی کارتون، بذاریم، اونم کار زندگی داره. پس در ریشه انسان این قابلیت زندگی اجتماعی، دور هم جمع شدن، انس گرفتن، علاقه پیدا کردن، درسته در حیوانات هم خیلی ها هست، ولی اون چه که در انسانه خیلی جامع تره، اون علاقه در واقع ایجاد میشه. حیوانات یه مقداری رو ضرورت‌های زندگی طبیعیشون هست، زندگی غریزیه که دور هم جمع میشن، چاره‌ای جز اون ندارن. ولی انسان ها نیاز دارن. این نیاز تنها جنبه های خورد و خوراک و مسائل دفاعی هم نیست. به هر حال انسان اجتماعی آفریده شده. بنابراین نام انسان یا انسان بیشتر برمیگرده به اون جنبه های شخصیتی، ساختار وجودی، چه جسمی چه روحی. ولی انس در واقع دلالت بر اون موجودی که صاحب این انسه میکنه. فقط جالبه که واژه های مقابلش هم که در قرآن اومده، از اونم میشه کمک گرفت. همیشه ناس با جنه اومده، قل اعوذ برب الناس، آخرش من الجنة و ناس. این دو چیزه. یا انسان با جان میاد، میگه خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج النار. جان در قرآن چند بار راجب اون عصایی که حضرت موسی میندازه میگه که انه جانون. جان چیزی است که آدم میخواد فرار کنه، وحشت داره ازش. درست مقابل انسانه. انسان موجودی است که اهل انس، آشنایی، ارتباطه، ولی مار یه موجودی است که نماد غریبگی، وحشت، فراره. کسی نمیخواد وایسه پلوی مار. این ضدیت ها رو از واژه های مقابل خیلی خوب میشه فهمید. و انس رو هم همیشه با جن آورده، میگه شیاطین الجن و الانس. حالا نمیخوام گیجتون بکنم، خود این یه اصطلاح بحث لغت شناسی تو قرآن که تفاوت این واژه ها رو چگونه از واژه های مخالفشون میشه خوب فهمید. بین جن و جنه و جان فرق داره، بین انس و انسان و ناس هم فرق داره. اینا هر کدوم از یه زاویه‌ای به این موجود داره نگاه میکنه. به هر حال این مقدمه‌ای به اسامی کلی بود که در قرآن در باره این موجود آمده، که بحث من عمدتاً روی انسانه، چون اون بعد شخصیتی که ناشی از اختیار ماست، خیر و شر، در واژه انسان فقط نمود داره. شما از طریق کاربرد انسان در قرآن که 65 بار
ذکر کرده بر ویژگی های این موجود میتونید پی ببرید. البته بیشتر قرآن جنبه انتقادی رو مطرح کرده. در واقع انتقادم به اون معنا نیست، داره نقطه ضعف های این موجود رو بیان میکنه. درست مثل این که شما بخواید یه اتومبیلی برید بخرید، به شما میگن این مثلا باید سرویس در کیلومترهای فلان داده بشه، تو جاده سنگلاخ نرین، چیکار نکنین. یا یه گلدون گلی میخرید، یه توصیه‌ای به شما میکنن که اینو تو آفتاب نذارید خشک میشه، این حساسه، نمیدونم اینطوری بهش آب بدین و الی آخر. در مورد انسانم عمدتاً جنبه‌های انتقادی داره، نمیخواد انسانو محکوم بکنه. بالاخره وقتی که کسی بخواد ارشاد بکنه قاعدتاً نقطه ضعف‌ها رو باید بگه و اینا تعریف و تجلیل که چیزی اضافه نمیشه بر کسی. گرچه ما شاید بیشتر محتاج تعریف و تجلیل باشیم ولی خب کمتر کمک میکنه به رشد ما. من سعی میکنم اجمالاً برخی از اشاراتی که قرآن کرده خدمتتون عرض بکنم. در برخی از آیاتی که کلمه انسان اومده، زمینه های آفرینش اون رو از نظر مادی توضیح میده. همه جا با کلمه من اومده، خلق الانسان من علق، همه جا با حرف اضافه منه. علق، حالا اون نطفه بگیریم یا هر تعریفی که کردن. یا بدأ خلق الانسان من طین، آغاز آفرینش حیات انسان در کره زمین از خاک بود. البته بعضیا به صورت ثابت معتقد به نظریه فیکسیزم هستن و انسانی شاخه جدایی میدونن و اونی که خدا با گلی درست کرده در او دمیده. ولی قبلا هم خدمتون گفتم اگه اون کتاب دکتر صابی رو خونده باشید، خب ایشون حیات انسان رو مرتبط و متصل به سلسله تکامل موجودات زنده بیان کرده، مستند به آیات قرآن و مبانی علمی. آیات قرآن هم تو این زمینه خیلی زیاده که در مراحل مختلف زیست انسان هر کدوم رو یک عنوان میذاره. خلق الانسان من نطفة امشاج، نطفه پیچیده دارای استعداد و امکانات مختلف. یا من صلصال کالفخار، از اون گل رسی که همونطوری که مجسمه سازا گل و ورز میدن و حالت بسیار شکل پذیری داره. یا من صلصال من حمأ مسنون، از یه مرحله در واقع لجنی که برش مدت‌ها گذشته، که این رو مرحوم دکتر صابی یا دیگران توضیح میدن که حیات در اون کناره‌های دریاها بعد از اون دوران 300-400 میلیون آبفشان‌های کره زمین که بعد دیگه متوقف شد، همه جا لجن بود، اولین آثار حیاتی از بین اون کربن‌های نمیدونم اون دوره پدید آمده. یا من نطفة یا من ماء دافق، 10 بار در قرآن درباره زمینه ها و منشأ پیدایش جسمی انسان سخن گفته که ما حالا کاری هم به این نداریم. من فقط چون اجمالاً میخوام کلیات رو عرض بکنم این رو بیان کردم. هدف اصلی اون جنبه های شخصیتی نیک و بد انسان هست. در 3 آیه شرایط رشد این موجود رو نشون میده که حالا این موجودی که پدید آمده تو چه شرایطی باید باشه تا رشد بکنه. در 3 آیه قرآن انسان با حرف اضافه فی آمده. اگر در مورد خلقتش با حرف اضافه منه، من نطفة من صلصال من حمأ مسنون، همش من هست، این 3 تا با فی آمده. فی یعنی در چه شرایطی، انسان در چه حالی هست الان. معروف ترینش که همه باش آشنا هستین میگه ان الانسان لفی خسر، انسان به طور کلی در متن خسرانه، نه اینکه در معرض خسرانه، ممکنه ضرر بکنه ممکنه نکنه، قطعیه. این لامش هم تأکیده، لفی خسر،
انش هم تأکیده، 100% مسلماً انسان داره ضرر میکنه. در واقع مثل اینه که به ما یه سرمایه‌ای داده باشن، سرمایه داره خرج میشه، 2 مرتبه هم داده نمیشه. ما به تعبیر حضرت علی میفرماد نفس المرء خطاه الی اجله، تنفسی که داریم میکنیم گام‌هایی است که به سوی اجل برمیداریم. یا میفرماد من کان مطیته اللیل و النهار، کسی که سوار مرکب شب و روزه، فهو یسار بهی، دارن میبرنش، و این کان واقفا، گرچه متوقفه. پس ما با تنفس خودمون و ضربان قلبمون که همه اینا محدوده، تعداد تنفسمون، تعداد ضربان قلبمون، تعداد پلک چشممون که میزنه، همه اینا محدوده، بی نهایت که نیست. پس داریم میبازیم، در متن خسران قرار داریم. سرمایه که دیگه به آدم نمیدن، بلا فاصله استثناء میذاره. یعنی پس همه داری سرمایه‌تون از دست میدین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. 2 تا استثناء فردی میذاره، 2 تا اجتماعی. مگر اونایی که باور کرده باشن، در محیط امن خداوند و سلام المؤمن المهیمن قرار گرفته باشن، ایمان، دوم عمل بکنن، عمل شایسته‌ای بکنن، یه کار اصلاحی انجام بدن. به همینم اکتفا نمیکنه این 2 تا. و تواصوا بالحق، دیگران رو به حق توصیه بکنن. یعنی اکتفا به این که من گلیم خودم از آب بکشم بیرون و به من چه دیگه، مشکل خودشونه، این درست نیست. دائما حق رو برای مردم بیان کنن، کار فرهنگی، کار ارشادی بکنن که دیگران فریب قدرتمندان رو نخورند. و از اونجایی که در افتادن با ظلم، با باطل محرومیت داره، مشکل داره، گرفتاری هست، زندان هست، نمیدونم شکنجه هست، اعدام هست، و تواصوا بالصبر، دائما مردم رو به پایداری، به مقاومت، به تحمل توصیه بکنن. پس در واقع در یک جریان اجتماعی قرار گرفتن و مدافع حق بودن در یک جامعه مورد نظره. هم خودش رو انسان سعی بکنه با این 2 بال پرواز، ایمان و عمل صالح، و هم ملت رو با آگاهی و با مقاومت مدد برسونه. این در سال اول اومده، از آغاز اول بعثته اعلام میکنه که مردم دارید میبازید، بجنبید. در سال بعد، سال دوم، استعداد رشد انسان رو توضیح میده. این سوره تینه. بعد از این که مثال میزنه، 2 تا مثال از میوه ها و 2 تا هم از سرزمین ها، یکی و تین و زیتون، 2 تا میوهی که تین، انجیر که در مناطق گرم ایران دیگه، در کاشان، در یزد، حداقل آب رو میخواد دیگه. یادتونه یه بار صحبت کردم راجع به تین و زیتون، اون سخن چی بود اسمش یادم رفت، که میگه کس نشد مرا آبیاری کند، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم. در واقع یک نوع حد اقل، با حد اقل اکتفا کردن و حد اکثر راندمان رو داشتن. زیتون هم که ایران تو منطقه منجیل و رودبار اونجا که باد خیلی سخته، اون خاک هم نمیخواد، حداقل لابلای سنگ هم و زیتون در میاد و در برابر طوفان هم نمیخوابه. چوبش هم مقاوم ترین چوبه. در گیلان همیشه کار منبتکاری رو با چوب زیتون میکنن، اونم در برابر طوفان ها سرخم نمیکنه. 2 تا محصول عالی. 2 تا مثال دیگهش، تور سینین از سرزمین تور که چه پیامبرانی برخواستن، یکی هم هذا البلد الامین در مکه تفدیده داغ فاقد استعداد کشاورزی به واد غیر ذی زرع پیامبر اسلام ظهور کرد. یعنی با حداقل امکانات، چه در عالم گیاه طبیعت، چه در عالم انسانها، چه محصولاتی پرورش پیدا کرده. بلا فاصله بعد از اونه که میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم باب تفعیل قوام و قیامه.
یعنی ببینید در طبیعت با مینیموم امکانات به کجا میتونن درختها برسن، یا در تاریخ بشری انسان دارای عالی ترین استعداد برخاستن، رشد کردن، بالا آمدنه. خب همین آدمی که با چنین استعدادی هست، انسان رو ثم رددناه اسفل سافلین، رهاش کردیم به اسفل سافلین. یعنی پس از یه طرف انسان دارای عالی ترین استعداد، از طرف دیگه در جاذبه سقوط به اسفل سافلینه. نمیگه پایین، اسفل سافلین، از هر پایینی هم پایین تر. یعنی امکان انحطاط انسان، سقوط انسان اصلا قابل تصور نیست با هیچ موجودی. جنایتی که انسان میتونه بکنه، فسادی که میتونه انسان به بار بیاره، اصلا قابل مقایسه نیست. هیچ موجودی در دنیا چنین توانایی رو نداره. درست یه بار مثالی هم بحثی بود این خدمتتون زدم، مثل اینکه از یک ساختمان خیلی بزرگ، بلندترین ساختمان فرض کنین نیویورک، از این هواپیمایی که در واقع کنترل میکنه، هواپیمای اسباب بازی، آدم از اونجا پرت بکنه به پایین. خب طبق قانون جاذبه این هواپیما به سرعت تصاعدی داره میفته، سقوط میکنه دیگه، جاذبه زمین. مگر اینکه اون تجهیزاتی که درش تعبیه شده، اون کسی که داره هدایت میکنه روشن بکنه، تیک آف بکنه، نذاره سقوط کنه، بیاره بالا. پس انسان از یه طرف تحت تأثیر این جاذبه شیطانی، جاذبه سقوط به اسفل سافلین هست، از طرف دیگه این توانایی اوج گرفتن، بالا اومدن درش وجود داره. استعداده، نه اینکه موتوری باشه. این استعداد هست که تو اگه بجنبی با موتور ایمان و عمل صالح که قبلا توضیح دادم اون سوره، میتونی بیای بالا، اوج بگیری، خودت رو نجات بدی. حالا به صورت فردیش ایمان و عمل صالح، اجتماعیش هم اون دوتا که عرض کردم. اما سومین باری که مطرح کرده این سوره بلده، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والدن و ما ولد. اونجا هم در واقع همش زایمان‌های تو طبیعت، این چالش‌ها، نمونه والدن و ما ولد، هر ولدی، هر تولدی خودش دردناکه دیگه. اونم نتیجه که میگیره اینی که لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی یک سلسله سختی هایی رو در جهان مطرح میکنه که از دل این سختی هاست که هم میشه محصولات عالی آمده. ما اصلا انسان رو در کبد آفریدیم. کبد یعنی چالش. شما کتابای لغت رو هم ببینید، یعنی با سختی ها درگیر شدن برای حل یه مشکل. یعنی همینطوری نیست که انسان فکر کنه آمده چند صباحی خوش بگذرونه و بره دیگه، بعدم گله و طلبکاری از خدا که چرا اینطور شد، چرا اونطوری شد. اصلا شما رو در متن سختی قرار دادم. دانشگاه سخته، دانشگاه باید درس خوند، باید زحمت کشید. جهانم یه دانشگاهی است در واقع. پس در این سه موردم شرایطی که ما درش قرار داریم که همه داریم ضرر میکنیم، ولی استعدادش رو داریم که سود ببریم، مشروط بر این که سختی رو بپذیریم. اما نقاط ضعفی رو که ضعف که نمیشه گفت، یعنی در واقع میخواد بگه چه امکاناتی برای شما هست و وقتی که استفاده نمی کنید این نقطه ضعفه. شاید معروفترینش اون آیه است که از امانت سخن میگه، سوره احزاب میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. ما این امانت رو با الف لام اومده بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها. از حمل این امانت امتناع کردن. نه اینکه خدا یه امانتی داده، آسمان گفته نه خسته میشم نمیتونم، زمین و کوه. این در واقع میخواد بگه اون امانتی که حالا همه هم میگن اختیاره، این اختیار هیچ موجودی قابلیت پذیرشش رو نداشت. کوه که نمیتونه اختیار داشته باشه یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه. درخت که نمیتونه یه روز گلابی بده یه روز سیب بده، نمیدونم یه روز خشک بشه.
هیچ موجودی در دنیا ظرفیت و قابلیت انتخاب رو نداشته، یعنی از نظر ساختار وجودیشا، و حملها الانسان، انسان حامل این امانت شد. حالا بعد از این میگه چی؟ انه کان ظلوما جهولا. انسان ظلومه و جهوله. حالا بعضیا گفتن که چه اشتباهی کرد که پذیرفت بار این امانت رو، و چه کاری بود نمیپذیرفتی، خودت به درد سر انداختی. نه اینطوری نیست. این میخواد بگه که اولا معنای ظلم که خب بارها عرض کردم میگن ظلم مقابل عدل، یعنی عدل سر جای خودشه، ظلم نیست سر جای خودش. قرآن در یه جا ظلم رو به درخت نسبت داده تو سوره کهف، اون داستان دو باغو که مطرح میکنه، میگه کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. هر دو تا باغ کاملا میوه میدادن، هیچ ظلمی نمیکردن. یعنی درختی که داره از آب و خاک و طبیعت و نور و خورشید و اکسیژن همه چی داره استفاده میکنه، خب باید میوه بده. اگه نده ظلم کرده، یعنی سر جای خودش نیست، تعادل نداره، فقط مصرف کننده است. پس ظلم انسان این که تو همش داری مصرف میکنی، نه تنها مصرف خوردنی، دانش و حکمت و همه این چیزی که داری فرا میگیری، دستاورد انسانها رو تو همه چی، اینترنت و کامپیوتر. خب تو چی کار میکنی؟ تو چه گلی به سر دیگران زدی؟ حالا این در یک موضع بالاتر که ما امانتی رو به انسان دادیم که هیچ یک از اجزاء جهان هستی نمیتونستن حامل این امانت باشن. همه موجودات طبق قوانینی که خدا بر اونها گذاشته داره عمل میکنن. همه موجودات طبق فرمان ژن هستن، ژنها بر اونها دیکته میکنن. به هیچ حیوانی، سگ و گربه‌ای نمیشه ایراد گرفت، چون اونو انتخاب نمیکنن، هر چی بهشون داره دیکته میشه دارن عمل میکنن. و اینه که یه نفر میتونه که سجده نکنه خدا رو هم انکار بکنه، پیامبران هم انکار بکنه، بکشه پیامبرانو. یعنی این قابلیت فوق العاده بالایی است که خدا به انسان داده. میگه تو این چیزی که خدا بهت داده که از روح خودش هم در تو دمیده که صفات خدایی رو کسب بکنی، آدم ظالمه واقعا، میوه نداره، محصول نداره و چقدر جاهله که نمیدونه چه خبره. ما دورانی که ایران بودیم، بچه همون هم کوچک بودن، مدرسه میرفتن، خب هر چند ماه یه باریه که جلسه انجمن اولیا و مربیان و مدرسه نیکان بود، پسرم اونجا بود، رفته بودیم. یه بار یه صحبت خیلی جالبی کرد، واقعا تکون دهنده بود. یه کسی که از اینا که اطلاعاتی راجع به مسائل دارن گفت شما بچه هاتون رو همینجوری نگاه نکنید، اینا همه روح خدا در وجودشونه. خدا امانتایی به شما داده که همه از روح خدا درشون اینپوت شده به قول معروف. اینا همینجوری که بچه‌مون هر کاری بخوایم بکنیم، داد بزنیم سرشون هر کاری بکنیم. خیلی قشنگ البته او بحث میکرد که دیدم واقعا چقدر حرف درستیه و چقدر غافل امثال بنده خیلی هستیم که نمیدونیم چه امکاناتی به هر حال در اختیار هم خود ما و هم کسانی که خداوند برای ابتلا در اختیار ما قرار داده هستیم. این پس یکی از مواردی است که قرآن به انسان میگه تو ظالمی، تو جاهلی. یه جای دیگه هم این رو میگه، ظلوم رو در واقع، ولی اونجا به جای جهول میگه کفار. اون راجع به نعمات مادیه. اگر امانت یه نعمت معنویه، اونجا سخن از نعمات مادی میگه و آتاکم من کل ما سألتموه، هر آنچه که شما خواستین من بهتون دادم. منظور اون سوال یعنی نیاز انسانه، یعنی چیزی نبوده که انسان بخواد بهش برسه خدای استاپ زده باشه نمیتونی، میخوام پرواز بکنم، جلوشو نگرفته خدا. من میگه از اقطار آسمان ها زمینم اگه میخوای عبور بکنی بکن. این سوره الرحمن دیگه نیست؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، که هزاران یا میلیون ها سال نوریه ها، فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یعنی خدا هیچ وقت
در هیچ چیزی جلوی انسان رو نگرفته. شما هر چی در جهت رشد و کمال میخواستین خدا بهتون داده. و ان تعدوا نعمت الله، اگه بخوان بشمرید لا تحصوها، هرگز قابل شمارش نیست. بارها این مطلب و قرآن به زبانهای مختلف داده. ان الانسان لظلوم کفار. انسان چقدر ظلم میکنه، یعنی استفاده نمیکنه از این همه نعمت. تو هر چی بخوای در اختیارته. یکی از فرمایشات حضرت علی است در نامه‌ای که به امام حسن نوشتن راجع به دعاست. میگه که ان الذی بیده خزائن السماوات و الارض، اون خدایی که گنجینه آسمان ها زمین به دست قدرت اوست، میگه به تو امکان دعا داده. قد اذن لک فی الدعاء، اذن دعا، امکان دعا داده. و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش گارانتی کرده. چگونه؟ به ما جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، به ما اذن لک فی الدعاء، کلید تمام گنجینه های جهان رو داده دست تو. چیه این کلید؟ دعا. دعا یعنی نه به معنی دعای شرعی دینی، دعا یعنی خواستن. تو بخوا، انسان انگیزه داشته باش، این کلیدشه. بر همه گنجینه های جهان میتونی تو مسلط بشی. حالا این داره همینو میگه که شما این کلید رو دارین، آقا چرا استفاده نمی کنین؟ چرا بهره نمیبرین؟ و چقدر ناسپاس آدم باید باشه که کفر یعنی نادیده گرفتن، انگار نه انگار که یه همچین امکانی در اختیار انسان هستش. این دو مورد از به اصطلاح صفت ظالم بودن انسان، ولی ظلم به اون معنای عامش، نه اینکه حالا بگید به دیگران ظلم میکنه، ولی به خودش داره ظلم میکنه. بیشترین مواردی که ظلم در قرآن اومده ظلم به نفسه، ظلم به خوده. بیشترین چیزی که ما داریم ضرر میکنیم قدر خودمون رو نمیدونیم، نه به معنای خودخواهیش، قدر استعدادها و امکاناتی که خدا در درون ما گذاشته و میتونیم به کجا و به کدوم قله ها بریم و نمیریم. اینا رو در واقع میگه ظلم. در یه مورد دیگه از عجول بودن انسان، یعنی اسارت زمان، همه چی رو زود و زور و ضربتی فوری میخوایم. میگه خلق الانسان من عجل، انسان از شتاب آفریده شده. ساریکم آیاتی فلا تستعجلون، به زودی براتون روشن میشه، چقدر عجله دارید، میخواین همه چی رو فوری به دست بیارید. یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، انکار میکنید آخرتو، کی خواهد بود؟ اگه راست میگین بگین کی میاد آخرت، اگه راست میگین پدران ما رو زنده بکنیم. چقدر شتاب داره انسان، چقدر عجله داره. ما جاتون خالی، همین چند روز پیش با بعضی دوستان ابن سینا رفته بودیم زایان و برایس کنیون. یه چیزی تو موزهش گذاشته بود اونجا، میدونی که حدود 175 میلیون سال پیش تحولات زمین شناسی که تو اون منطقه امریکا به وجود آمده و چطور این لایه ها به هم خورده و کوه ها رو هم، اصلا حیرت آوره. هر کدومش از گرند کنیون گرفته برایس کنیون، 20 تا از این نشنال پارک هاست که از همه جای دنیا میان برای دیدنش. بیاد تو موزه یه دختری بود دستشو اینجوری باز کرده بود، 1 متر به دستش اینجوری بود. اولش نوشته بود 4.6 بیلیون سال قبل که این زمین به وجود آمد. این آخرش به 5-6 میلیونی که تحولاتی 5-6 میلیون. بعد توضیح زیرش نوشته بود که از موقع پیدایش انسان، چون دیگه تو اینجا جا نمیگیره، به اندازه ضخامت ناخونه از موقع که 1 میلیون سال حد اکثر، یعنی انسان‌های اولیه، ما که تاریخمون شاید مثلا تا 7-10 هزار ساله بدونیم، 1 میلیون سالم برید عقب، تازه به اندازه ضخامت یه ناخونه توی 1 متری که انقدر دستش گرفته. خیلی آدم باید عجله داشته باشه. تازه خود ما اون وقت، این تازه انسان، خود ما چه محلی از اعراب داریم. یادتونه یه بار تو اینترنت یه چیزی بود که تاریخ به اصطلاح انسان رو کره زمین اگر 1 سال فرض بکنیم، حضرت عیسی 3 ثانیه پیش به دنیا آمده. تاریخ 2017 3 ثانیه پیشه در واقع.
خب خیلی آدم باید در شتاب باشه که بخواد همه چی رو انکار بکنه. نه آقا، مردیم پوسیدیم تمام شد رفتیم پی کارمون، چه آخرتی. ببین چقدر آدم باید اسیر توی زمان خودش باشه. گفتم اون واقعا این کنیونا آدم میره میبینه لایه هایی که در طول 175 میلیون سال پیش شکل گرفته. میگه چه خبر بوده روی این کره زمین، رنگ‌های مختلف موجوداتی که لابلای این لایه ها، فسیل هایی که هستن. اصلا خودش ما کجای کاریم؟ ما مثل این که یه لحظه داریم زندگیمون، تولدمون تا مرگمون هست. تو همین یه منطقه فقط 175 میلیون اصلا هیچه، تازه تو کره زمین هم هیچه. وای به حال نظام بالاتر. یه ایراد دیگه میگیره راجع به ضعف انسان. خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده. آیش راجع به مسائل غریزیه. میگه والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خدا میخواد شما برگردید به سمت خودش، ولی اونایی که دنبال شهواتن شما رو دارن سوق میدن که میل عظیمی به اونا پیدا. حدم نداره، هر چی که برن تو سمت حد یقفی نداره. میگه یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد سبک بکنه این فشارهای غریزی رو. و خلق الانسان ضعیفا، برای اینکه انسان ضعیفه در برابر این غرایز، نمیتونه خودشو کنترل بکنه. این ارشادا رو خدا کرده. هر وقت پایان شد شما به من بگینه. نداره حالا چشم. یه صفت دیگه حلوه، نه هلوها، حلو. میگه خلق الانسانو حلوان، حلو با هی حوض، فقط این داره دیگه، اگه نبود خودش توضیح میده یعنی چی. البته یه کلمه یه بار بیشتر تو قرآن نیامده. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان حلوه. حلو یعنی این که تا یه مشکلی بشه جزا و فضا میکنه، بیتابی میکنه، خودشو میبازه، کنترلش از دست میده. یعنی آدم در برابر سختی ها صبر نداره. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم که به یه جایی میرسه نم پس نمیده، به کسی کمک نمیکنه. منوعه، مانعه در واقع. وقتی نداره میگن با یه کشمش گرمش میکنه، با یه قوره سردیش میکنه. اینجا البته یه استثناء برده، نمیخواد بگه انسان ها در بس اینجوری هن. استثناء توضیح میده الا المصلین، مگر مصلین. مصلین کیا هستن؟ اونی که نماز میخونن. مصلین رو توضیح میده الذین هم علی صلاتهم دائمون. صلات یعنی روی آورده به نام خدا، توجه به خدا. صلیه پیوستن در واقع، نه که 24 ساعت نماز میخونن. یعنی این پیوندشون دائمیه، سیمشون به اینترنت وصله، جدا نشدن، همیشه وصلن در این ارتباط. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نیست که خمس زکاتشو داده، تکسشو داده، بخشی از اموالشو متعلق به سائلین و محرومین میدونه. والذین یصدقون بیوم الدین، اونایی که تصدیق میکنن روزی که آدم به نتیجه عملش میرسه. یه رابطه‌ای بین آینده سرنوشت و عمل امروزشون قائلن. یا والذین هم لفروجهم حافظون، به اندامش محافظت میکنه از غرائزش، بیدر و پیکر نیست، هر چی که غرائز به او حکم کردن بره. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، 10 تا ویژگی میاره نسبت به اماناتشون و عهدشون رعایت میکنن. والذین هم به شهاداتهم قائمون، اگه شهادت داده پاش وای میسه، چوبش هم میخوره، پای حق وای میسه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، در این ارتباط با خدا حفظ میکنه روابطش با خدا. مهمترین رفاقت و پیوندی است که با آدم با آفریدگارش داره، نمیذاره به هم بخوره، اینو حفظ میکنه. پس میخواد بگه که انسان به طور ذاتی کم ظرفیته. کی ظرفیت پیدا میکنه؟ موقعی ظرفیتش رشد میکنه که این 10 تا ویژگی رو در خودش
یعنی به سمت خدا رو بیاره، اون وقت اونجا شارژ میشه، به منبع بی‌نهایت انرژی خودش رو بس کرده، دیگه کم نمیاره که از اون ور جزع و فضع بکنه، از اون ورم خودش رو به بازه سردیش بکنه، گرمیش بکنه. وقتی پیوسته به اون منبع بی‌نهایت خدایی، دیگه این آدم از هیچ چیز کم نیاورده. تعبیر حضرت علی راجع به مالک اشتر میگه به خدا قسم اگر کوه بود تک قله استوار بود. هی دونه دونه میگه اگر سنگ بود سنگ خارا بود. بعد از شهادت مالک اشتر ببینید چه وصفی داره راجع به مالک اشتر میکنه. خیلی از این تعابیر راجع به بعضی از یارانشون حضرت علی داشتن. به کجاها آدم میرسه که اصلا دیگه مثلا اینکه هیچ ترسی نداره، چطور همه این چیزا میریزه از آدم. از این ویژگی ها خیلی از شما هر جلسه بگیم استاپ بزنیم ادامه داریم، چون ممکنه به جلسه دیگه بکشه. من میتونه هر جایی که قطع شد بگیم قطع کنه، 10 دقیقه باشه. یکی دیگه از ویژگی های انسان طغیان بی‌نیازیه. این اولین آیه است که به پیامبر نازل شده، همونجا اولین نقطه ضعف انسان رو داره میگه. همون سوره علقه، از آغاز میشه سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان رو از علق آفرید. بخوان پروردگار تو اکرمه، الذی علم بالقلم، قدرت کاربرد قلم رو به تو آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، انسانو از طریق قلم، یعنی انباشته کردن اطلاعات، اینفورمیشن که به نسل بعدی برسه. کدوم حیوان آخه میتونه بنویسه که بمونه تجربیاتش؟ فقط انسانه که منتقل میکنه تجربیاتشو. حالا اینا میگه علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. استغنا رو ما همیشه به معنای استغنای مالی گرفتیم که آدم وقتی دیگه پولدار شد دیگه خودشو گم میکنه. اینجا در رابطه با قلم داره میگه، با علم داره میگه. این آیه راجع به این اولین آیه است، درباره قنای مالی نیستش. اینجا عربام تازه این مخاطبین که کدوم تو اینا پولدار بوده بگیم طغیان کرده. این طغیان انسان امروزه، طغیان در واقع علم، فکر میکنه که به همه جا رسیده. عقلانیت خود بنیاد، نه عقلانیت وابسته به یک بنیادش خودشه، هرچی خودش تشخیص داد. در واقع ارزش هایی که دنیای امروز دنبالشه، بی‌نیازی به خدا. امروز کشورهای پیشرفته دنیا نیازی به خدا نمیبینن، احساس میکنن. حالا از قرن گذشته همین که یه ذره چیزای علمی کشف شد، اون موقع خیلی علم زدگی بود که ما دیگه هم به همه جا رسیدیم دیگه. چه خدایی آزمایش کردیم و خدا رو هم اگه زیر چاقوی آزمایشگاه تجزیهش کردیم میتونیم بشیم و بریم. ندیدیم. استیون هاکینگ هم ازش میپرسن میگه خب من ندیدم. اونم که رفتن فضایی، کی بود یکیشون که برگشت گفت اون بالا خدا رو دیدی؟ گفت نه، هرچی این برابر چشم انداختم ندیدم. یعنی مشکل زمان ما هم در واقع طغیان بی‌نیازیه. بشر احساس میکنه که نیازی به خدا ندارم، من پروازهای فضایی کردم، به هر جا میخواستم رفتم. خود انسان هر جا میخواسته، هر چی میخواسته تونسته بهش برسه. در حالی که حالا توضیح میده تو جای دیگه که الم نجعل له عینین، این چشما رو ما به تو ندادیم که چشمی که میبینی میخونی، و لسانن و شفتین، حرفایی که میزنین، گفتگویی که میکنین، و هدیناه النجدین الی آخر. اینم یکی از ابعادی است که خیلی تکان دهنده است که چقدر انسان در معرض اینه که طغیان بکنه. طغیان رودخانه یعنی آب از اون مرز خودش بزنه بیرون. طغیان انسان از اون مرزهای انسان، من کجام، دانش من، فهم من تا کجاست، من کجا رو میتونم با اطمینان خاطر بگم هست، چقدر من دانش دارم، تا کجا قابل اطمینان اون چیزایی که ما بهش رسیدیم. خب این یکی از مواردی است که بشر، همه ما انسان ها در معرضش هستیم که
طغیان بکنیم. حالا طغیان مالی هم البته هست، طغیان دینی هم هست. یه عده‌ای دیگه فکر میکنن ولایت مطلقه بر زمین و آسمان و به همه جا دارن. چه فرق میکنه؟ اصلا خود کلمه طاغوت مگه غیر از اینه؟ فلانی طاغوته یعنی چی؟ یعنی یه نفر میخواد برای مملکت حکومت بکنه، فصل الخطابه، همه حرفا، همه نظریات، یه فکر میخواد بر همه افکار سایه بندازه دیگه. اینا هم خب طغیانه. پس طغیان انواع مختلف داره، ولی استنباط من بود این آیه چون درباره قلم و علمه، قاعدتا اون طغیان علمی بیشتر باید مورد نظر باشه. خب یه نکته دیگه، کند و کاهل بودن انسان در خدمات خداییه و برعکس شتاب و شدت داشتن در منافع شخصی. این سوره کوتاه قرآن که خوندین، سوره عادیات، اول یه تصویری مثل یه فیلم داره به آدم نشون میده، والعادیات ذبحا، و اسب‌هایی که حرکت میکنن، جرقه میزنه از سمشون، فالموریات قدحا، جرقه‌ای که میزنه مثل آتشی است که اسب داره میره. حالا عکسایی که اینجا میکشن اتومبیلایی است که دارن میرن از اگزوزشون آتش داره میره، دیدین بعضی از این عکس‌ها رو. فالمغیرات صبحا، صبح زود کله سحر به غارت. یعنی عربا عادت داشتند که به قبیله حمله میکردن با اسب و شتر و اینا، صبح زود حمله میکردن، اونم با این اسب و شتاب و شدت. فاثرن بهی نقعا، گرد و خاک به پا میکنه از پشتش با اون شتاب و شدتی که میره. فوسطن بهی جمعا، و وسط یه جمعی قرار میگیره. اکثر مفسرین، اکثریت قریب به اتفاقشون، این آیات رو راجع به مجاهدین اسلام و نمیدونم راجع به حجاجی که مثلا میرن اونجا با شتر و اسب، آخه اونها این علامت ها رو نداره. حاجی ها کجا با اسبی که جرقه بزنه خاک بلند بکنه؟ و اینجا هم صحبت از مجاهدین نیستش. بعد میاد انتقاد میکنه، میگه ان الانسان لربه لکنود، انسان خیلی کنوده نسبت به پروردگارش. کنود یا آب چاهی رو میگن که نم پس نمیده، خوش شده. آخه اگه مجاهدین باشن که باید بگه انسان چقدر جانبازه در راه حق. یعنی میخواد بگه آدمی که در راه منافع خودش غارت دیگران، شب و نمیخوابه، 3 و 4 صبح حمله میکنه با این شتاب و شدت، چرا در مورد امور خدایی انقدر کنده، انقدر بی خیره، انقدر خسیسه، انقدر بخیله؟ و انه علی ذالک لشهید. خودش هم میدونه که اگه اعلام بکنن که کجا مثلا چی رو میفروشن، دیدین که بعضی وقتا بلک فرایدی هسته، شب میرن میخوابن اون پشت که حالا چیه، کامپیوتری مثلا میدن $50 اگه صبح زود بری مثلا دستت. ولی اگه بگن یه عده فقیرن، یه عده یتیمن دارن میمیرن، انقدر مهاجرین مثلا سوریه کجا مثلا بیچارها اینا هیچی ندارن، نفری $5 بیان کمک کنید آنلاین. چقدر واقعا تو این چیزا آدم شتاب داره، سریعه. میگه جهاد منافع شخصی انسان میدوه دنبالش، میخواد برسه، ولی جنبای خدایی انگیزه ای نیست. خودشم بر این شاهده. انه لحب الخیر لشدید، ولی در دوست داشتن منافع خیلی شدیده. انه لحب الخیر لشدید. حالا البته اینا همه دنباله داره، من یه تیکه هایی شد فقط خدمتون میگم. 10 دقیقه شد یا نشد؟ یکی دیگه مونده، 5 دقیقه مونده. خیلی خوب. یکی دیگهش به اصطلاح قطور نه با تی دسته دار، با تی 2 نقطه در واقع، یعنی خسیس، یعنی بخیل در خرجی دادن تو خونه و انفاق کردن. میگه قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگه شما همه خزینه های رحمت پروردگار رو هم در اختیارتون بود، لمسکتم خشیت الانفاق، بازم میترسیدید خرج بکنید که تمام بشه. ان الانسان کان الانسان قتورا، انسان قطوره میگن سختگیر، تنگ. یعنی اینا همه تشویقه که چرا میخوای همش مال خودت باشه،
همه دنیا رو هم داشته باشی باز نمیخوای نم پس بدی. عجیبه که آدما هرچی ثروتمندتر هستن سخت‌تر خرج میکنن. نمیدونم این چه رابطه‌ای داره که آیا تلاش برای حفظ اون چی که دارن باعث میشه یا دلیل دیگه داره، نمیدونم. آدم بله اونم هست دیگه. بله بذاری بعضیش با هم ارتباط داره، یکی رو که کمتر چیزه بگم. آره که دیگه 5 دقیقه من یک موضوع دیگه ایرادی که میگیره احساس بی هدفی انسانه و بی برنامگی و اینکه احساس میکنه من قرار نیست کاری انجام بدم که ما یله ایم دیگه، هر کار دلون بخواد میکنیم. شاید 90% مردم همینطور باشن، یعنی بدون هدف. میگه ایحسب الانسان ان یترک سدی. سدی یعنی مهمل رها شده، بی هدف. آیا شما فکر میکنیم ما همینطور ترکتون کردیم، رهاتون کردیم، ول کردیم، هر کاری میخوایم بکنیم؟ الم یکن نطفه من منی یمنی. از اولش مگه یه نطفه شما نبودین، بعد علقه شدید، بعد خداوند این رو مراحل مختلفی گذاشت، بعد مذکر و مؤنث شدید در رحم مادر. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. همون خدایی که از این نطفه شما رو ساخته قادر نیست که مرده‌ها رو زندگی کنه؟ چرا فکر میکنین که دیگه تمام شد، با مرگتون پروندهتون بسته شده، حالا هر کاری میخوایم بکن، وقت کمه، هر چی بیشتر فان داشته باش، لذت ببر، دنیا رو به سرعت چون داره میگذره خوش بگذرون. شعار روزگار ماست دیگه. میگه چرا فکر میکنین که هیچ هدفی نیست، به دنیا آمدین که هر کاری در واقع دلتون میخواد بکنید. خب یه کوچیکشم بخونم و دیگه لفه خستگی بکنم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان ها، شما یه راه سختی رو دارید طی میکنید، سربالاییه. کادح یعنی با کدح، با سختی طی کردن. فملاقیه، حتما به او میرسید. حالا آقای طالقانی خیلی جالبه، ملاقات رو میگن نه اینکه خدا یه جاییه که ما بریم ملاقاتش. ایشون میگن همینطور که یک دانشجوی کتاب استادش که میخونه، هر یه ورقی که میخونه یه پله به ملاقات او نزدیک شده دیگه. خدا که بی‌نهایت دیگه، هر یه خطی که بخونی به اون نویسنده نزدیک شدی. نویسنده چیزایی به تو میخواسته معارفی بگه. یه صفحه بخونی بیشتر، نصف کتاب بخونی. ملاقات میگن چرا موکول به آینده میکنی؟ لقا یعنی تلاقی، رسیدن. فملاقی، کار سختی که داری میکنی هم تو متن کار سخت رسیدی. مگه نمیگه ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا؟ هر کار سختی آسونی توشه، تو خودشه. وقتی یه وزنه سنگینی بلند میکنید، یه ماه دیگه ماهیچت قوی نشده، همون موقع قوی شده. همراه کار سخت آسونیه. یعنی ناراحت نباش که حالا ما داریم این سختی و فداکاری میکنم برای نمیدونم برای مادرم، برای پدرم، برای خواهرم، برای همسایم، این مشکلات، حالا به نتیجهش میرسم یا نه؟ همون موقع رسیدی. همون یک کار خیری که کردی، هر زحمتی که کشیدی در وجود تحقق پیدا کرده. اونا خداوند سریع الحسابه، حسابش تو آخرت نیست، حساب همون موقع تو حساب جاری شما ریخته شده. حالا وصولش بیرون کشیدنش در واقع اونجاست. خب ببخشید که طولانی شد و این تفسیر قرآنی که از این توصیه ها مشخصات زیاد چیز کرده. حالا شاید اگر وقتی بود موقع دیگه بعضی از این نشانه هایی که برای خودشناسی ما مفیده بازم بخونیم. خیلی ممنون و متشکر. عذرخواهی از زحمت.